سلام خدمت همه دوستان گرامی. ام گیمر هستیم. بازم برگشتیم با قدرت، با سرعت، با دقت، با ظرافت. ببینید دوستان، بعد از هولوش 5 سال اومدم توی کلش رویال، اکانتی که قبلا داشتم و اصلا با این صحنه‌های خیلی خاص مواجه شدم. عرضم به حضورتون باشه که بچه ها این چنل واسه این زده شده که بازی روز دنیا رو نقد و بررسی کنیم، در کنار هم بازی کنیم، با هم چالش‌های مختلف در بازی رو اجرا کنیم و خیلی چیزای دیگه، و اینکه کلی جایزهای خفن قراره به شما ها مخاطبین بدیم از بین کسایی که کامنت میذارن. جایزه‌مون از دسته های پابجی، ایرپاد، کیبورد و موس گیمینگ و چیزای خیلی متنوعی دیگه ای که فقط مخصوص بازی باشه و از همش مهمتر جایزه نقدی، این که خودتون تشخیص بدین چی بتونید بگیرید. اصلا هر کاری دوست داشتین میتونید بکنید و ما ربطی نداره، به هیچ کس ربطی نداره چون مال خودتونه. خیلی خوب، بریم سراغ اصل مطلب. ببینید بچه‌ها، ما قرار نیست فقط با گوشی بازی بذاریم، بازی که مخصوص گوشی است. این صرفا یک شروعه. بازی قرار از ما ببینید برای کامپیوتر، گوشی، PS5 و سری مختلف. بازی مولتی پلیر یا سینگل پلیر یا آفلاین، آنلاین، هیچ فرقی نداره. از همه بازی ها میذاریم، بازی روز دنیا رو نقد و بررسی میکنیم و در کنار هم خانواده خوب قرار بسازیم. خیلی خوب، واسه شروع بریم یه بتل بزنیم و برگردیم. صدای بازی هم قطع کردم، صدام به شما بیشتر برسه. عاشق اینم من، یعنی واقعا عاشق این اسکلت هم. خب که پشتش فقط یه دونه ویچ بندازم بعد بره، ولی یه بدی داره. الان یه والکری بین این اسکلت و ویچ من بندازه، من آره بچه پاره میشم، کسی پاره شدم لاشی هم کار کرد. ولی خب دیگه گریه کردن فایده نداره چون من بالونم به تان اصلیشم رسید. پس باید حواسمون باشه فاصله بین اسکلت رو بیشتر کنیم. به نظرتون تان اصلی رو بزنم یا سمت راستی رو بزنم؟ این چون داره فشار میاره از این ور، من مجبورم تان اصلیش رو بزنم که اینقدر پروبازی در نیاره. الان این والکیری میندازه کنار ویزارد که اونم برگرد عقب. ولی خب والکیری هم طبیعه دیوانه روانه. خب حمله رو من شروع میکنم که اون دفاع کنه. بچه این استراتژی همیشه یاد بگیریم، وقتی اون میخواد از اون طرف فشار بیاره، فشار رو بکشین این و یه تیر میزنه دیگه. یه لاموجک هم این لازم اینجا بمب اسکلت ببین غوغا میکنه اینجا. اینو بهتون بگم دیگه، فقط اصلا دیگه مهم نیست اون 10 تا اسکلت هم بندازه، فقط مهمه که لاموجک اینو که میزنه هیچ بمب اسکلت هم مثلا لازم هم نشد. ویش لاموجک اینو تمام میکنه، بالون بعید میکنم برسه تمام. مرسی که تو اینجای کار رو همراه ما بودید. قراره واسه تون DNS های خیلی خوب بذاریم با پینگ های خیلی خوب مخصوص کال آف بازا و پابجی بازا. البته هرچند خودم پابجی بازم، ولی خب اینجا که گفتم قراره همه بازی ها رو کنار هم بازی کنیم، نه تنها یک بازی. ممنون از همراهیتون دوستان، تا یک گیم دیگه و یک ویدیو دیگه. خدا نگهدار.